کنفرانس علمی عملی با اشتراک عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان، ساختارهای مربوطه آن و نمایندگان کشاورزی شهر و ناحیه‌های آگروصنعتی ولایت در تالار کنفرانسی باغ ملی وحدت برگزار گردیده. در کار آن نماینده وزارت کشاورزی و معاون رئیس ولایت شرکت ورزیدند. از ضمن سخنرانی معاون رئیس ولایت از کمک و دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت رشد بامرام خواجگی دهات، بنیاد و برقرارسازی گرمخانه‌های استحصال سبزیجات بروقتی، دستگیری همه‌جانبه صاحبکاران در تشکیل و بکار انداختن اقتدارهای نوی استحصالی در ساختار کشاورزی، مهیا نمودن شرایط فراهم برای عالمان و متخصصان ساحه در بهداشت حالت ملارتیوی زمین، استفاده ثمرناک آن و مساعدت کردن در فراوان حاصلی محصولات خواجگی دهات یادرس گردیده. اظهار داشت که طبق هدایت‌های سرور دولت کشاورزان ولایت استفاده ثمرناک زمین را به راه مانده در همکاری با عالمان ساحه در بلند برداشتن بازده زمین و فراوان حاصلی زراعتی که شده فعالیت خود را به راه ماندند. عالمان در کنفرانس عاید به عامل‌های اساسی به عمل آمدن شورزمین‌ها، چاره‌بینی‌های اساسی پیشگیری نمودن شورشوی زمین، اینچنین ثمرناک استفاده بردن زمین‌های شور شده، استفاده اصول و تکنیک‌های معاصری بهتر نمودن حاصلخیزی خاک و پرورش زراعت‌ها سخنرانی نموده به اشتراکداران توصیه‌های سودمند دادند. به گفته عالمان شورشوی زمین‌ها از معیار آبیاری، درجه شورناکی آب آبیاری، خاصیت مکانیکی خاک وابسته بوده، همچنین معدنناکی آب را نیز به حساب گرفتن ضرور است. وقت و معیار گذراندن یخابمانی و شورشویی پروفیلاکتیکی باید یکی از عامل‌های اساسی چاره‌بینی‌های آگروملیاریتیوی به حساب می‌رود. ذکر گردید که در ولایت شرایط باصفت و ثمرناک گذراندن یخابمانی به ماه‌های دکامبر فوریه راست می‌آید. این چاره‌بینی‌ها اگر در وقت حرارت پست هوا عملی گردد، ثمرناکی و صفت آنها بلند می‌شود. در ولایت سوخت زیاده از 50,000 گکتار زمین‌های با شورناکی درجه‌های گوناگون و نزدیک به 150,000 گکتار زمین‌های سنگلاخ موجود است که در زمان معاصر بلند برداشتن حاصلخیزی چنین زمین‌ها اهمیت اولین درجه دارد. ضرورت تکنولوژی اینواسیونی یعنی بیوتکنولوژی‌ها، نانوتکنولوژی‌ها، بیوکامپوست، اصول اساسی بلند برداشتن تکنولوژی یعنی استفاده اگرودرون‌ها، GIS درون‌ها با ما امکانات می‌دهد که حاصلخیزی چنین خاک‌ها را تا درجه 60-70 سانتی‌متر بلند برداریم. همزمان در کنفرانس معروضی عالمان ساحه در موضوعهای استفاده تکنولوژی اینواسیونی در بهتر نمودن حالت ملارتیوی و اکولوژی خاک‌های سنگلاخ و شورناکش بلند شمالی تاجیکستان، ثمرناک استفاده برای آب‌های پالیزی در شرایط تغییریابی اقلیم، سبب‌های شورشوی زمین‌های آبیاری شونده و راه‌های بهتر گردانی آنها شنیده شدند. باید تذکر داد که در همایش عالمان و متخصصان ساحه و نمایندگان کشاورزی شهر و ناحیه‌های آگروصنعتی از طرف عالمان و اشتراکداران عاید به بهتر کردن حالت ملارتیوی زمین‌های سنگلاخ و شورناکش بلند گشته با استفاده از اصول‌های اینواسیونی مصلحت و توصیه‌های مفید داده شد.